اشتراکت پخش کنیم. آقا سلام، امروز اومدیم که کاور بزنیم، کاور سقف کرمان برای این آقا 206 تیپدو. تیپ 6 بریم ادامه کن. خب بریم واسه نصب این آقای محترم. یو خب اینم انداختیم. آقا بریم واسه ادامه کار. این ماشین برای این آقاست، این ماشین برای این آقاست. این آقا خیلی پول داره. بریم. در حال خب در حال از این کارهای کاوری به قرآن میدونی چقدر میگیرن؟ راکت پخش کنیم. خب بیاریم تو همین پارکینگ اینا پارکینگ شما. دقیقاً. رو بالم نشد. خب این از این عقبو زدیم. خیلی خوشگل. خب بریم ادامه کن. 206 کاور سقف باشه. بریم. میکنی واسم؟ آره نه نمیفتی. حواسم هست. شرط نگیر. نه تو نکن، از یه طرف دیگه پسر. فرق نمیکنه. داداش خوشگلیش کن. برو دلم تو آفرین. دیگه نمیخوام ببینم. ریزکاری زیادی باشد. هر گونه خدمات سقف، کاور، سقف کهکشانی، RGB های کفبا، RGB های بغل در، اینا رو داشتید تکس بدید به همین شخص با تیم پشتیبانی که این پشتن رو نمیتونیم فیلم بگیریم ازشون. تشریف میانیم درب محل سکونت سپس انجام میدیم. آخه اینجا نگاه کن. چی؟ چیزی نمیبینم. اینجوری که نازنی هیچی نیست. اوف اینجا رو بسر. چی شد؟ خوبه. ادامه کارمون. اینم اضافاتش. خیلی کار تمیزتر اومد به نسبت کارهای قبلی. دیگه میتونیم بچه پشت پرده فیلم بگیریم. یوتیوبر باشد. سخت‌ترین جای برش دوستان همین جایی که دارید نگاه میکنید. یعنی این دیگه بخش پایانی و اذیت کنه برشه. اینا رو راحت میبری کار در میاد مثل این. ولی این جلو دوستان رو میبینید 2 نفر شدن. دوستا یه نفر زنگ زده به گوشش هی داره با گوشی. آقای سام یوتیوبر نمایت. بس میگه دیگه آقای اسلامی نگاه کن 206 شاه باشه. گفتم که در نمیاد. این کسی که ازش میخرید کاور رو خیلی مهمه. حتما واقعا این مهمه ها. یعنی مثلا یکی ماشین بعد از سومین ماشین این ماشین رو فهمیدیم که از جایی که کاور رو میخرید لطفاً بهش بگید درست براتون ببره. چون این کاوری که دارید میبینید اشتباه بریده شده. به خاطر همین سخت ترین نوع کاوریه که تا به حال تیم ما کار کرده. تیم ما رو که خوب ولی فکر هدف خودش.
اینم سشوار کاری آخرای کار هستیم. این صورت خیلی تمیز در اومد واقعا. کار بسیار تمیز در اومد واقعا و خیلی راحت. 2 ساعت چیه میبرید بیرون؟ پول انقدر ببین نگاه تازه از 1 تومن شروع میشه، بستگی به ماشینتون داره. 1 میلیون تومن ما براتون انجام میدیم با 600 تومن. 600 قیمت ها کجا در آوردی؟ باش نرخ باید من و دانیال تعیین کنیم. چرا؟ ماشین تو این تو خود باید به ما پول بدی الان. 2 ساعت صاف روش میتونی هاکی بازی کنی. چی دیگه؟ هیچی. بریم ادامه. خب دوستان این از تموم شده کار خیلی به صورت ایزی و آسون در اومد. این سری که کاور زدیم برای این دوستمون واقعا خیلی به مراتب آسون تر از دفعات قبل بود، چون دیگه خب دستمون اومده بود که به چه صورت و قلق کار به اصطلاح دستمون اومد. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. لطفا چنل رو سابسکرایب و داستانه کامورایی زنگوله کامنت فراموشتون نشه. فعلا تا ویدیوهای بعدی.